آقا ارادت خیلی مخلصیم. قبل از اینکه ادامه کاستوم گوجه رو شروع کنیم یه سری حرفا هست که باید بهتون بزنم. همینجور که قبلا گفتم این اولین موتوریه که من دارم کاستوم میکنم، پس من هیچ ادعایی تو کاستوم ندارم. خیلی ها هستن که 20 ساله 30 ساله کارشون اینه، دارن حرفه‌ای تر کار میکنن. من 100% قبول دارم و میگم من هیچ ادعایی ندارم، ولی چون علاقه داشتم شروع کردم و به نظر من تا شروع نکنی اشتباه نمی کنی، تا اشتباه نکنی یاد نمیگیری، پس نباید از شروع کردن ترسید. و این طرحو من خیلی وقت تو ذهنم داشتم و 100% این جلو که میریم به باگ میخوریم، به خاطر اینکه تجربه اول من خیلی کارا رو شاید مثلا تو پروژه بعدیم نکنم 100%، چون من هر ویدیویی که میذارم از کامنت های شما یاد میگیرم و تجربهاتون رو مرسی با من به اشتراک میذارید. پس خیلی از بچه‌ها به من لطف داشتن میخوان مثل این موتور رو شروع کنن. همین الان بهتون میگم که دست نگه دارین چون به باگ میخوره، ولی من هر واقعیتی باشه عینش رو میام بهتون میگم که شما این کارا رو انجام ندید. بگی بریم. خلاص آقا میگم من هیچ ادعایی ندارم و این اولین پروژه‌مه. تمام باگایی که تو این پروژه میخورم و تو پروژه های بعدی میگیرم، چون قرار نیست آخرین پروژه باشه و خیلی پروژه های دیگه تو راهه. هرچی آدم میره جلوتر با تجربه تر میشه و دمتونم گرم که حمایت میکنید. خیلی عشقید. سابسکرایب چنل یادتون نره. برو بریم. آقا استادمون همیشه بهم میگفت که امید بعضی موقع کار از محکم کاری عیب میکنه و الان من نمیدونم این کجا قراره عیب کنه. اگه عیب کرد حتما بهتون میگم، چون خیلی محکمش کردم. توی کامنت ها بچه‌ها گفته بودن که مثلا چوب کار کن، ورق نازکتر کار میکردی. شاید منطقی باشه، من تست نکردم هنوز، ولی چرا ورق 2 میل گذاشتم؟ بخاطر اینکه اگه تو قسمت قبل دیده باشید من وقتی اینو داشتم خمش میکردم و بریده بودمش. چرا بریده بودمش؟ چون لوله خم کن ندارم و با هر چی دارم این موتور رو میسازم. به خاطر اینکه شکست و من میخواستم محکم باشه ورق 2 میل گذاشتم که حسابی محکم بشه. به خاطر همین الان ما قسمت باتری احتیاج داریم دوباره یه خم بدیم، این قسمت رو ببندیم، دوباره اینجا یه تقویت میخواد و یه سری کارا داره دیگه. بریم شروع کنیم. خلاصه نترسید، چیزی که دوست دارید رو شروع کنید و برید تو دلش. حرف بسته، بریم تو دلش. آقا با این حالت باکس باتری ما شکل میگیره که باتری و سیم کشی از اینجا رد میشه، باتری هم قشنگ میاد میخوره اینجا و یه جورای جاپیچ باک هم از تو همین در میاره. اینجاش اضافه از پایین نمیام. میفهمی منظورم چی؟ خب این بر اونوریش اوکی؟ دیگه با بزنیم تا اوکی بشه. آره جاش خوبه. انگشتم زایی رو انگشت مخره. خب آقا این خمی که روی این ورق من زدم یه استیبور انداختم، که از گوشتش آوردم و خمش کردم. چون دیگه زیر نمیتونستم تمیز کارشو بکنم آوردم بیرون جوشش بدم، چون الان دوباره فشار بیاد روش برمیگرده، ولی این قسمت وقتی جوش بخوره دیگه برگشتی در کارش نیست. خب آقا این خیلی مهمه که 90 باشه، به خاطر اینکه باتری راحت اینجا بشینه. و آقا یه نکته هم بگم، تو بعضی ویدیوها میبینید خیلی تغییراته. مثلا شاسی که ساختیم شما تو ویدیوش خیلی تغییرات دیدید، ولی بعضی از ویدیوها تغییرات کمه، ولی همین تغییرات کم و زیاده که گوجه رو میسازه.
عالی و قوی. بریم جوشش بدیم. خب آقا یه نکته خیلی مهمی که اینجا هست، اینجا چون باتری و سیمکشی و اینا هست باید حتما آب بند بشه که توی حالا شستنا و اینا آب نیاد بره اینجا، پس باید سوراخ‌های ریز هم گرفته بشه. این بغل هم که باید بسته بشه. حالا فعلا سوراخ‌ها رو بگیریم و تمیز کنیم. امیر حالش کردم. یه خورده تمیزکاری توش میخواد. اینجا هم که محکم باشه، جوش ها اصلا ساب نمیگیریم. یکم این چند چند سیم و اینا تمیزکاری بشه. خب آقا اینم از باتری که میاد اینجا قرار میگیره. البته باید یه چیزی دورش بندازیم و یکش که باتری اینجا قشنگ گیر کنه و زشت نیست باتری از این بغل پیداه. چرا؟ خیلی زشته و آب و اینا میریزه تو. از باید یه فکری بکنیم که اینجا هم یه چیز خوشگل باشه که رو قیافه موتور هم تاثیر نذاره و هم آب بند کنه هم دیگه باتری اصلا پیدا نباشه. پس الان باید اینو یه طراحی بکنیم، آهنشو ببریم، اینجای باتری هم درست کنیم. میگم ما کش باتری نداریم. تا چند 9 شبه؟ بله. بریم فردا بیام درستش کنیم. بریم کش باتری هم فردا بگیرم. خب آقا اول از همه برای اینکه اون بغلا رو بتونیم درست کنیم باکو بذاریم ببینیم چقدر باید بیاد جلو. آقا بچه‌ها به نظر تو از اینجا بیاد تا اینجا، خب یا از اینجا بیاد تا این زیره. به نظر من این زیره باشه که فضا بزرگتری پوشش بده. این پیچا رو بذاریم زیرش. بیاد تا اینجا بیاد. بعد یه خورده این جلوش باید کج بشه. خب پس ما اگه بخوام از اینجا بگیریم تا اینجا تقریبا 26 سانت و نیم در 18 سانت و این ور چند؟ این ور یه 30 تا اینجا داریم. خب بیاریم مقفا و اینا رو. مداد من کو پامشه روش نذاریم. امیر خطکش 50 سانتیه بیا. اینجا آره پرواسه من زاویه رم در بیارم. کمه زاویهش با به بیشتر باشه. برای زاویهش همچی کاری میکنیم. نه ولش کن امیر نه پایین نمیخواد بچسبیم. زاویه وقتی اولش در بیاری ادامهش میره. ما فقط الان زاویه رو میخوایم. مثلا این خودش کلا 42 سانت و نیمه. نمیتونه. خب درست بریدیم یا نه؟ یه همچین حالتی در میاد که به هیچی کمک فنر گیر نمیکنه. بعدن کمک فنر جدید که بگیریم شاسی از اینجا باید ببرم که این زاویه رو درستش کنیم. یکم فاصله اینجا تا اینجا بیشتر میشه. وسطشو باید پر کنیم. باک اقدی میاد بالا. باک اینجوری میشه تقریبا چون باید صاف باشه. حالا بذار ببینم این به این ور کامل فیکسه. یه خورده این بغلاشو باید بیشتر بگیریم. یک کمی این زاویه یعنی اینجا که بیاد 2 تا از این ببریم اوکی. این ورش رو جوش میدیم که آب بند بشه. خب آقا الان ما 2 تا مثل این احتیاج داریم که بریم کارای در بغلش رو انجام بدیم که بریم ببریم دیگه. جوش داریم. اینو باید یک کوچولو ساب بدم که قشنگ بیفته جا. خیلی تیزه. یک کم هم این پایینش رو باید ساب بدیم که قشنگ بیفته جا. چون از اینجا با بره پایین تر.
یه چکش پلاستیکی بیاری حل. خب آقا این وریه هم زدیم. حالا بعد برنامه دارم برای اینجاش، یه سری فکرها دارم. این اوکی شد، یه خمم دادیم که رفت تا این زیر و عین همینو برای اون ورم باید درست کنیم. خب آقا فعلا تا اینجا کار نتیجه شد این که یه هلال باحالی اینجا داره. این ورش هم بهتون نشون بدم که این ورش هم شده این و الان فقط مونده که این قسمت رو یه حالت چیز دیگه برای تقویت شاسی بسازیم و بریم باتری و دیگه کارا و خیلی کار زیاد داریم. خب آقا الان میخوام یه دونه چیز برای تقویت شاسی اینجا بزنیم که هم بتونه سیم این زیر رد شه، هم از این زیر بتونیم سیم رد کنیم برای باتری، هم از اینجا دوباره بتونیم سیم رد کنیم به اون ور. اینجا یه جورایی حکم داکت کشی برای ما داره و کارم باید تمیز باشه. به خاطر همین یه چیز خوب داریم در این کار باید تمیز باشه تو گریپاژ گاراژ، یعنی یه سوناتیه. خب برو بریم. بخونش تو اینم نه. اوکی هیچ مشکلی نی. اوکی از یه چیزی اشتباه فکر کردم. موقع فعلا باکه نه، چون باکه باید بیاد بالا. قبل از اینکه باکه بخواد بیاد بالا کانک فنر جلو باید عوض شه. فعلا کنسل. باتری رو ببندیم، جاشو درست کنیم، کش بندازیم که باتری قشنگ سر جا خودش فیت بشه. انجین رو بزنیم ببینیم بهش مشکل اشتباه نمیخوریم. لعنت به خط کشی که دو طرفش چیز میشه. دو دقیقه من بچه‌ها رو اینجا ول کردم، فاتی رو بردم دندون پزشکی، برگشتم میبینم جاباتری رو طراحی کردن، بریدن، جوشش دادن، تمیزکاری هم کردن و دیگه باتری ما فیت اینجا، نه از چپ و راست تکون میخوره نه بالا پایین میشه. باتری هم که حل شد. باتری کجا باشه؟ اینجا. خب آقا الان بریم چرخ‌ها رو ببندیم و انجین رو هم سوار کنیم رو موتور، ببینیم به مشکلی جایی نخوریم تا بتونیم ادامه کارا رو ببریم، بدونیم باید چیکار کنیم. دولا میای ببر آشارا ورده بی تو اینا رو باز کنیم روی. چرا با دست چپ دارم کار میکنم؟ بگیرش، بیارش زیر انجینه رو، نکشش خیلی رو زمین، سرشو بده اون. چوری ردش کن. حالا انجینه با هم ببریم بالا، دوتا موراش بزنیم بقیه‌اش حل. برم برو بالا. اول بو نه اول ایور بره، یکم بدش تو ته، بدش توش. امیر تر رو بگیر، زور بذار روش. وای امید این گیره. کدام؟ این نگاه همین دقیقا همین. 13 بیار همین 13. نه 13 نیست. 13. ای زیر امید الان زیر میفته. زیر بگیر. خیلی فشار نده، یه پیچ اینجا جا بندازیم حل. یک کم دیگه حله. رفت تو ولی کجه، یک کم دیگه بازی میخواد. شما بده بیاد تو الان. اینو سفتش کردی؟ پایینیه رو شل کن. همین داره کارمون خراب میکنه. وایس نزنم تا هرم
ولی یکم دوبله باعث شده که افشا مله اله خوب مورد بزرگا کلاس تخصصی داری؟ بلند شو تو اینو چجوری می‌کنی؟ آقا من میبندم برو بچه‌ها من دارم میرم کلاس، سابسکرایب، لایک اینا فراموش نکنید. ما داریم زحمت می‌کشیم به خدا دانشگاه کلاس هممون داریم زحمت می‌کشیم. برو بچه فداتون بوس بوس خدا. هزار زود بیا خب آقا قبل از اینکه شاسی رو ما بخوایم رنگ کنیم البته هنوز شاسی کار داره ولی در کل قبل از اینکه بخوای رنگ کنی حتما باید انجین رو یه دور ببندید به چند تا اول ما باید خب سیم کشی ها رو جاشو مشخص کنیم و بدونیم یه چند تا چیز جوش بدیم روی شاسی که سیما خیلی خوشگل رد شه. دوم برای جای دنده و جاپایی و اینا باید انجین باشه که بتونیم حالا جاپایی و اینا در بیاریم چون جاپای خود هوندا رو دیگه نمیخوام بذارم از اینجا بیاد با خورده تغییرش بدم و مهمتر از همه اگه باگی داشته باشیم مثلا ما الان این تو رو دوبل کردیم اگه چیز بود باید حواسمون باشه که آقا خواستیم تغییری بدیم که الان نخواستیم میخوره فقط چون دوبله صفر شده بود با زور انجین جا رفت خلاصه باید انجین رو ببندی و همه چی رو تست کنیم. الان باید بریم چرخا رو ببندیم. برو مهرشم بده من. برو اوکی خب یه لحظه بس چشم بده مهرشم چرخ شلو هم بیا امیر از اون ور میگرم بالا بزن چه سکون رو پیچش بیار موره به من سرش که فقط در نگیری به هیچ جا. خیلی خوب شده فقط دو تا مشکل الان داریم یکی زاویه این کمک فنرها اینجا خیلی زیاد شده فاتی یه حالت چاپر مانندی شده باید این زاویه رو درست کنیم و باکه توی سطح صاف نیست آرمونش خوب نیست باکه باید بره بالاتر دقیقاً دوباره نگاه اینجا فاتی همون مشکله رو دوباره داریم ما اگه اینجا بخوام باکو ببریم بالاتر تو فرمون گیر میکنه دقیقاً به خاطر همون زاویه یعنی ما باید الان شاسی رو از اینجا ببریم زاویه رو تنظیم کنیم فقط یه مشکل دیگه هم که داریم اینه که این کمک فنرها هم کجه هم رو مخمه کمک فنر رو کرپی هم باید عوض کنیم. خب آقا دو سه تا مشکل داریم که باید رفعش کنیم چیه یکی فاصله دو محور اون خیلی زیاد شده و این جلو یه حالت چاپر مانندی پیدا کرده برای رفع این ما باید این قسمت شاسی رو از اینجا ببریم یکم بازش کنیم که این مشکل حل بشه ولی کمک فنرهای جلومون چون کجه و من میگم موتوری که اینقدر خوشگل شده حیف کمک فنرهای جلوش معکوس نباشه باید کمک فنر و کرپی جلو رو عوض کنیم که بعد بتونیم طبق اون این اندازه رو بزنیم و فاصله دو محور رو کمتر کنیم و باکم دقیقاً الان خیلی پایینه اون حالت صاف و نره باکم یکم باید بیاد پایین‌تر که الان دوباره تو هم فرمون گیر کنه وقتی فاصله دو محور کمتر بشه این اینجوری تر بشه این مشکل هم حل میشه باکم میاریم بالاتر الان گیر اینیم که کمک فنر جلو بخریم چون نداریم و احتمالا به خاطر این یه وقفه کوچیکی توی ویدیوها میفته ولی زود کمک فنر رو میخرم و میام بقیه کاراش رو انجام میدیم چون الان باید کمک فنر و کرپی باشه که ما بتونیم بقیه کارا رو انجام بدیم. دمتونم گرم که تا اینجا ویدیو بودید ساب چنل یادتون نره ویدیو رو هم لایک کنید ولی خیلی گوجه داره خفن میشه قیافش مشخص